دنیا بستر امتحان است و آزمایش است. خوبی ها و بدی ها عاقبتشون مشخص میشه. ممکنه یه نعمت برای یه نفر سرانجام و عاقبتش زوال و بدبختی و گرفتاری باشه و یک نفر سختی و گرفتاری مآل و سرانجامش خوشبختی باشه. معیار خوبی و بدی و مثبت و منفی کجاست؟ همین که من گرفتار شدم بدبختم، خدا دیگه منو نمیخواد. حکمت خدا کجاست؟ در تاریخ که هیچ، در قرآن چقدر داستانها داریم. داستان قارون خداوند برای ما تعریف کرده. خداوند چقدر مال و ثروت به قارون داد، فراوان. اما چه شد؟ سرانجام چه شد؟ آیا اون مال نعمت بود؟ آیا اون مثبت بود یا منفی بود براش؟ منفی بود. و مالش به دل زمین رفت، زمین اونو بلعید و در فردای قیامت هم سرازیر جهنم میشه. پیغمبر خدا ایوب علیه السلام 18 سال، نه یک سالو، 18 سال پیغمبر خدا ایوب که ضرب المثل صبر است. خداوند ابتلا و امتحانش کرد، مالشو ازش گرفت، اولادش ازش گرفت، بهش بیمارم کرد. نه یک سال نه 10 سال، 18 سال. همینو منفی نبود به ظاهر. چه برد؟ قارون برد یا ایوب؟ حتی نام نیک اگر نگاه بکنید جدا از فردای قیامت، نام نیک از که بر جای مونده؟ ایوب علیه السلام. ضرب المثل صبر است. او با صبرش، با شناختش. پس اینو بدونیم که دنیا دنیای ابتلاست. خوبی ها بدی ها ارزیابی بشه بر مبنای و معیار الهی و خود پروردگار جل شأنه. مثبت زمانی مثبت است که قدر اونو بدونیم و الا منفی است، نعمت نیست. و منفی هم مثبت است برای مؤمن، با صبوری، با بندگی، با شناخت. اما خب این قضیه گفتیم کسانی که اهل دنیایند، دنیا پرستن، منکر قیامتن، نمیتونن درک بکنن. امتحان چی؟ او که ایمان به فردای قیامت و بهشت و دوزخ نداره. همه چیز همینه، بهشتش همینجاست.